این رابطه ادامه پیدا کرد تا اینکه سوکارنو به آدامز پیشنهاد ویژه دیگری هم داد. سوکارنو از آدامز خواست که برای نوشتن زندگی نامه‌اش با او همکاری کند. آدامز از این پیشنهاد بسیار خوشحال شد و با خودش فکر کرد که باز هم فرصتی پیش آمده تا بتواند توانایی‌های خود را در عرصه روزنامه‌نگاری نشان و اعتبارش را افزایش دهد. از طرف دیگر می‌دانست که سوکارنو به شدت پیرو تمایلات نفسانی است و 4 همسر و صدها کنیز دارد. بنابراین خیلی دوست نداشت که دوباره او را ببیند و با او همکاری داشته باشد. اما او با پیشنهادی روبرو بود که نمی‌توانست به راحتی از آن بگذرد. در نهایت تصمیم گرفت که این کار را انجام دهد. در سال 1964 آدامز به اندونزی رفت و تصمیم گرفت که با قاطعیت کار را پیش ببرد. آدامز وقتی که وارد اندونزی شد بسیار قاطعانه و با لحنی دستوری به خاطر شرایط اقامت و آپارتمان نامناسبی که در اختیارش گذاشتند به سوکارنو اعتراض کرد. سوکارنو هم به اعتراض او گوش کرد و شرایط آدامز برای اقامت را پذیرفت و قراردادی که آدامز تهیه کرده بود را بدون هیچ چون و چرایی امضا کرد. اولین برنامه آدامز این بود که به صورت میدانی با مردمی که سوکارنو را در دوران جوانی می‌شناختند گفتگو کند. به این ترتیب به سوکارنو گفت که سفر هواییش باید اختصاصی و خاص باشد و خدمه و خلبان باید در خدمت او باشند. البته سوکارنو انتظار این را نداشت که چنین چیزی بشنود، اما این درخواست او را هم درخواستش را پذیرفت و به تعریف و تمجیدش از این خبرنگار ادامه داد. رفتار سوکارنو به یک خدمتکار شباهت داشت تا رئیس جمهور یک کشور. آدامز وقتی فهمید که سوکارنو این گونه به درخواست‌های او پاسخ مثبت می‌دهد، دیدگاهش را نسبت به او تغییر داد. متوجه شد که رسانه‌های آمریکایی بی‌جهت او را سلطه‌جو، ظالم و تهدید کننده توصیف می‌کردند. این مصاحبه چندین ماه طول کشید. آدامز متوجه تغییر رفتار سوکارنو شده بود. در اوایل آشنایی این دو، سوکارنو همیشه با لباس رسمی به دیدار آدامز می‌آمد. اما کمی بعد که رابطه‌شان صمیمی‌تر شد، سوکارنو کاملا خودمانی و حتی بدون دمپایی به ملاقات او می‌آمد. به هر حال این کتاب در سال 1965 با عنوان سرگذشت سوکارنو به روایت سیدنی آدامز منتشر شد. امریکایی‌ها سوکارنو را شخصیت منفوری می‌دانستند و حتی لقب هیتلر آسیا را به او داده بودند. اما حالا کتابی وجود داشت که او را شخصیتی مهربان و دوست داشتنی توصیف می‌کرد. هر وقت که مردم علت این تضاد را